آی سرم درد میکنه کو مادر من، دو دست خور بگیر با سر من. آی دو دست خور بگیر ور نداره، الهی کم شوه درد سر من. های داد و بیداد خدا از من گرفت با دیگری داد. هی نمیدانم چی بد کردم و مردم، کل عالم رضاست بم رنگ زردم. وی به خاطر تو نازنین نباشه، چی میخوایم بزی هرات بگردم. واقعی شر میکنه. مرد چرا با من گسکش میزنی من؟ با تو میگو با خوندن میکنی. خب پک گریه میکنم دیگه. خب تو اما نمیبینی که من میخونم دیگه و تو میزنی آدمه. گیلک آلی ایلا کرد از اینا بیکاری. میری خودی به یک جایی. کجا بری؟ ملخ گرفته. ملخ گرفته؟ خود تو که گیپک خود تو ملخ ملخی. آلی ای بوجی تو پر از ملخه؟ پر از ملخ نیه، 10 تا شیشه 10 تا یک شیشه خود نصف پر ملخ کدون. خب اینا رو میگیری ملخ یال ملخ دارو؟ همی گیره گمی سیکو. با اینا که همه ملخ تا شیشه. ایسته غلبه یا شیشه خودی روا بره. بابا ایلا گیپک خب اینا چه کار میکنی به مینا میدی؟ نه اینا به یک مرتکه که قرارداد کدون، مرتکه کرک داره، اینا دنیا 1 روپیه میفروشه. دنیا 1 روپیه؟ یعنی اگه یک بوجی پر کنن چند نمیشه به من؟ دونگی میشمورین دیگه چند بشه دیگه. خب یعنی شیر و مادر تو گیپک کله تو فقط میگی کله گوه. آنه قرارداد امضا شد دیگه. قرارداد امضا شد. خب پولم بستوندی؟ چنده؟ 60 روپیه. 60 روپیه؟ خب انا من بیام خودتو کار کنم. روز 30 روپیه ما تو میدون. خب بعضی شیشا ندارم. شیشا خیلیه. کوکه تابوجی سیکو. سیکو آنش سکوش هم خودری چی مگسکوش؟ آنیا دید تویه. گیپک دی شیشا که همه آنی هم که نصفه. خوب من میتم میکن دیگه. گیپک تو دیگه کی بودی برادر؟ اینو که 80 تا شیشه بیشتره میگی 10 تایه. امی 10 تایه چی هسته؟ اینا رو پر کنم چند پول به من میدی؟ روز 30 روپیه به تو میدو. بره باشد تو منگی خواب نشی ملخ بگیری دیگه. دلجم باش بگیر جا کنی بگیر سر بگیر بگیر. شیر مادر تو گیپک به تا کلم کافو پره به تا کله تو سکو مغز گو با نسبه ملخا با کشی خونه کنی دیگه با بیشه داد ما بفرشی. نه دلجم باش بره اون مگس کش کنم وردا بره گیلا سیکو باشه یک شیشه هم تو بودو. بله ما با تا شفتلا چیز میریم بریم اونجا بریم. تو یک شیشه دست تو دیگه. خب بره الان بره کدی ده ایتا بیا بره. بیشتر ایبر بیا چیه گیلا؟ ایبر بیا سب کن ملخی گیلا ای تو نازی شته تو رودای نکو خبر کدی شته پس بگیرم اما نه
دمی مگس کوش میتگه به جون ملخا میزنی یکی به جون نبزنی جا به جا میفتون. خب بابا جان فاسیشته بگیرم زنده می یا بی زنده؟ معلومدار زنده. تو نمیبینی کتا چیشه هم زنده. خب پایشته بگیرم با من یاد ده. سیکو اگه میته کل میته اگه ملخ ورکش دیده کده برو مگس کوش بری و بگذار از زیر دست خود چنگ ملخه. نوله میزنم نه دیر جا. خب خوبه چشم. کلمه میزنی کای تر زدم من اینجی سعی میکنه کو با مگس کوش کوی میزنی تا کلمه. ما کور باشو بگه تر زدم من کای پخور بیخ برو لالا با سیری پیلمو تو ای خور بیخال میندازی گیلا ایتا خلطیده ملخ نازی هر دی وقت مثل مالی ایتا کو ایتا بکنی بیتا تا تو خلطیده نصف ملخو کو پیش تو میره. شو پرکم بگیرم. من ملخ با شوپرک کسی نمیخوره. اوی تو بگو دیگه دیونی سردی. خوب گیلا من میرم با دگه جو چمخامه به تو یاد دادم با نالی برو دگه همه ملخا بکش. خواه از اونجی بگیر تو. خوبه هه تارتوغای تالفه چی ما شد دو نفر ها؟ ای چیزه ای عباس بیامده مگه که ملخ بگیریم. کوبه دی چیه؟ گوش کشی اینجا جا ملخ گرفتن تالفامه این مر بیاورده. این تو رو آورده خود تو کلونی تایید فقط یک گنبت خونی مانه سیریفه میده. سیریپی با تو بده اینجا علفا هم لغت میده توی بیاد اینجا که ملخ بگیری آخی کم ملخ میگیری و باز پس میرین دگه. خواه کن میگیدی تمی زمین و کم زمین لغت میشه علفا خراب میشه بخاطر دوتا ملخ ما افته و لغت نمیکنیم. بده گیلک بده که تو سیدت میکنی بری چه علفا بالا شو بده. این روزا دیگن که علفا انت خویده بود میفهمیدم که تو بیدی ها بده متا گندمو چیز بده قوس الدین وردو. بردو بده دیگه شما تلفن نبینو گیلا از اینکه شما بیکار باشید یک شنبولغوزی برای اندازین شما دو نفر خب بخوردین سبستا تو. لغت میشه همین اینجا سه کن یا اینا لغت میشه آخی چریت میکنه گیلک ما زحمت کشیدیم به زینا چیه دگه؟ برو مدام مگن خواهیت مشتیخن باشیم و جنجال کنیم برو او کار غریبیت یا که دوری پیپولی بخوا پیدا کن و گیپک سیکو براره گلم تو از تو مروردیشتی بیاردی به هر جامعه مردم مگه تا سبستامو نه تا گندمو نه تو مروردیشتی بیاردی خب پلو منم هیچ چی نمیشن 5 تا کوبه گرفتم. کجا گرفتی گیلا آخی شیشه با دست تو دروغ نکو کو بیخال نندو 5 تا نندختی به تشیشی خود گفتی اینا نصف لنگی مرده یک لنگی کنده بده. چه کار گیلک چی جنجال همه داری یکی که لنگی مرده بده لنگی بکنده بده همه چیز نگفتی که چیزه. خب من او تو ملخ نبایم دگه 5 تا می تو گویه که بیارم بده. همیسته مینا زنده باشه من مرده نمو. خب من عیاد ممیره میزنم تا سر یا چیز میشه میموره خوی گناه منه. چه کار گیلک چی جنجال داره ای چه مر مزدور کرده بیاورده خود منطقه قرارداد کرده چی قرار ملخ میگیریم. قرار پولو من نمیده 5 تا بگرفتم. من بجی گفتم روز سیری پیمیدم با من ملخ بگیر روز 200 تایی ای میره با من ملخ میگیری یا که لنگی اولیا یا که دومبی اولیا یا که کلی اولیا یا که بالی اولیا اینجا میاره با تا شیشه میکنه اونای مرتقه قبول نمیکنه خود چه کار کنه؟ خب راست میگه گیلک عدل ملخ بگیر خب تو از امرا پیش خود فعل میکنی. خب ملخ به دست من چی میفهم که میموره لنگی. خب مطلب من اسم تنه ملخ کو هسته. خب گیپای ای هم راست میگه آدم بیعقلی سری چی هم میشه میزنه ملخ میکشه آفرین. خب گناه منه هل نمیته دست خود برو ملخ میگذار میبینه نسبینیه. وقت کنه فهم گیپا گیر نبور یک نفر دیگه بخو پیدا کو شاگرد کو به این مرسوسی خوب چرا تو روزی ملقت میکنی؟ خب تو یاد گیپا گیلگی آروم یا نازی بگذاره به تارومه خب تو یاد نداری هرچی بزی میگم گیلا دمی ملخ اینجا خوب کنه تو بیامی مگس کوشا بگذار بریو ملخ چند جازیریو یا مخکب میتا میکنه مالی یکی بروی دیل نبزنه آره سیریپی مرمید یا نه؟ کی بگرفتم ما بابا تو سیری پیا بود چند تا ملخ گرفته هیچی اشته چی 5 تا بگرفت برو از 5 تا مرده دونی چندی میگرفتی گیلک 200 تا به سیریپی گیپک آه امی پولا من هر هم تو باشه بیل ندارم برد مدگه نایه یا همسایه داری هم هیچی به هیچی
برو 30 روپیه میدم با چی هوشیاره با تو کار چی یاد دادو یاد نگرفتی اصلا برو تو هر قبستونی میاری بیارم بیل ندارم به خیلی خوشبینیه همونان به تا شیشه همه بموره که خلاصه ملخاتو اگه به تا شیشه بودی بیل نداشته ملخاتو بروی زمین پتو کده گیپک یادن نافهم خوب این رزیکو یک رقمه اگه بیل نداشته باشه به کارابار تو خوب هیچی اصلا پول نمیاد بفهمیدی این یک رقم رزیکو بزو یک کمی پول بده نقص میده نقص میده خب برو خود اگه نفر پیدا کن این وقت میگی من بازی ببندم این که ملخ خودی ازی بگیرم من با 4 روز 30 روپیه بودو کمه آنم خدا تو به تیاری نکن چه کار السلام گینا علیکم وندنا باشیم من لیلا خیلیات جان جوره تیار هستیم خیلیات جان جوره جان تو جوره تیار هستیم بلا چی گپوه زنده باشیم به هفته و زلاق از صبح تال خودشون با کار میکنم برو رقبه مسکین میشه نه خود ما کار میکنی اشته خود ما کار میکنی اشته کار میکنی که من تو رو ندیدم به خود با تو چرا گریه میکنی مسکینی نمیدن آقا مسکینی خل کنده بیچاره صغیره چرا نمیدن کی حق تو رو نمیده گیلک تو چی میگی بچه شما تو کی خود ما کار کردی که بچه ما حق به تو بده بچه شما گیپک برای حساب داریم هفته و گوشته و تیشته و بلخ میگرفت بشه آها خودی بچه ما برفتی ملخ بگیری بله یا 5 تا مرده بگرفت خب گریه نکن حد گپ زنده من گفتم البته چی گپ که البته کس مازی دور زده سیری بگم جاگو برای بلخ بگیری برای تو بر سی بینا مردم میری بگم مرده میلا بگم ناری به تا شفته لو کندم از صبح برفتی خودی 5 تا ملخ گرفتی کی؟ خودی بچه ما برفتی 5 تا ملخ گرفتی آه. خب برو رو خوربه گردم 5 تا ملخ چی فایده اینه که ما به تو باز پول بدیم خود چی میباید مردم نمیگذارن تا کندم خود تا شفته لو خب تا شفتلا چرا تا میشیم بریم تا زمینا دیگه بریم پلا مرده نمیدن خیر غمی نداره گریه نکو دادیم پلا اگه داری شما گناه دارم من حالی ندارم باز یک دمه که پول به دستم اومد میدم برای تو آه ها دیگه هیچ چی نیه هست تا کال مازمی آدم خاطر آدم ساده دل ما به تو میسوزه ما به خاطر ملخ به تو پول نمیدم برار خوب گردم بفهمیدی که تو خودی بچه ما برفتی ملخ گرفتی ما به تو مقدار پول میدم هانی بگی چند گپ زدی به خود تو سیری پیه ما به تو 50 روپیه میدم به شرط مار نفری نکنی نه بفهمیدی به خاطر ملخ من نمیدم چرا 5 تا ملخی که تو گرفتی با ما چی نداره خوبه پینجه لو کازمه از تو چند تا داییه پینجه برو تو بقصه چند تا دایی نشو برو ما از تو مار نفری نکنی نه که خاطر نفری تو مار میگیری آدم ساده ای تو خوبه نفری نمی بچه من نری به ملخ گرفته نه دیگه به حرف حاضر نمیکنم برو درود داشته میبارم تیار هستی خیلی سلامتی تیار هستی شکر زنده باشی سلامت باشی میگم خوب شد تور برار بدیدم این بچه تو گیپه خودی گیلک بیامده بسته می شفتلام و بانجونا گندما همه لغت کرده بیامده ملخ میگیره برو حق همسایه داری میبزوی چی نگفتم بچه خور بفهم بگفت وقتی که میری به ملخگیری به کشتکارا مردم مزاحمت نکو کشتکارا مردم لغت نکن ما همسایه بودم هیچ چی نگفتم اگه دیگه کس بودی میزد بقیش به پیناکی که منجی بفتدی با باله ملخ سکولار رمضان ما به زون نمیگم که شما بریم به تا جلنگا مردم به تا کشتا مردم ما میگم همین گندمایی که داره شده به تا تخلیا بریم ملخ بگیریم سرا کدی به خوک شه کی چه برف گفتم من نمیشه باشه ما به خونه برو ما خودی دیگه بزنم مقصد برار ما بری و هیچ چی نگفتم به خاطر تو که رفیق خیر بینی برو خیر بینی دیگه خیر بینی ما و شما کو دیواری باز اگه یک دم دیگه میشه که دیدی گوشیر بگیر بگو ما گوش پیار تو تیر کردم اگه دفعه دیگه تو دیدم باز گله نکن والله من این دفعه بری هیچ چی نگفتم به تو آدم کلونی بگفتم باز اگه پیار ما خودی و سر خورور یک امیت میزنه که جا خور خسته نتونن به تو خلاصر بگفتم برار من دیگه بری حق همسایه داری حساب نمیکنم بری به خاطر دو تا ملخ میره پیش تو باز ولا هم بزنه که من همسایه والله میگه دیواره هم بگو